میکنن. بریم همراه باشیم با یکی از خواننده های خوب و درجه یک استان خراسان رضوی، یکی از خواننده هایی که علاوه بر این هنر ارزشمند از کسبه خوش اخلاق شهر امام رضا هم هست و اخلاق خوشش در معاشرت با مهمونای امام رضا میتونه یه تابلوی قشنگی از اتفاقات خوب مشهدی ها نسبت به زائرا و مجاورا باشه. دمشون گرم اونایی که با اخلاق خوششون اینگونه هستن. حسین ندایی عزیز، خواننده خوبی که امروز با ماست، هنرمند درجه‌ای که میخواد برای شما در این هفته بسیج از ایران من بخونه. بریم با هم همراه بشیم با ایش. موج به موج و صف به صف، کرانه در کرانه ها، جاری و ساری و بسی نام تو در سرانه ها.